مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود. Мы увеличиваем объем ما حجم استخراج طلا را افزایش می‌دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال‌های قیمت‌بها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال‌های اساسی طلا و نقره باز متال‌هایی را که در وقت کاروا می‌خورند استخراج می‌کنیم. وزیر صنعت گفت امسال 2 کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخی بالا اجازتنامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد. با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گئولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گئولوژی کار کردند. سرمایه‌گذاران مشترکند. Инвестиции совместные, да. اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت بابازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صنعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب میساخت، باغچه میساخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکزی برقی تیز میساخت. من همین 5 عهده‌داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یگون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتن. پگاه مونده میروند. چی میموند اونجا با؟ حاضر اجرا کردن، اجازتنامه نو گرفتن. رسما شما با میگم علاقه از روز ششم استخراج سر شد. حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد. خبر افزایش استخراج طلا هم در حالی است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه ظرفشویی در کان شوگناوی خوالینگ 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.